سلام، خوبی؟ امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشی. من که روز خوبی رو شروع کردم و یه کار خیلی خوبی که یعنی در واقع لطف خیلی خوب و بزرگی که به خودم کردم. دیروز داروخونه رفتم، مکمل‌های اسید آمینه گرفتم، خدمت شما عرض کنم کروم گرفتم. کروم چیزیه که ببخشید من پر از عرق هستم، اینجا اینقدر گرمه و باد نمیاد که اصلا ناخودآگاه میشیم خیس عرق و پشت لب من میاد دیگه. به هر حال ببخشید. و اینکه کروم خریدم و این دارویی که خریدم، اگه خیلی دوست داشتیم این اطلاعات داشته باشین که این چه چیزی خریدم، به هم حتما پیام بفرستید که من عکسش رو براتون بگیرم و بفرستم. اسید آمینه رو روز میخورم، شبم میخورم. اسید آمینه کمک میکنه به مغز. توی ویدیو قبلی توضیح دادم در این رابطه که چقدر خاصیت داره و کروم هم همینطور تو ویدیو قبلی براتون توضیح دادم. خلاصه اینکه این دوتا رو خریدم و خیلی خیلی خوشحال هستم از این بابت. انرژی خیلی خوبی بهم داد و روز خیلی خوبی رو شروع کردم. قرار بر این شد که تا آخر مکمل‌های اسید آمینه که رفتیم بریم سراغ یه درمان ضد مغزی هست. ضربه مغزی هست که درمانش به اسم هومیوپاتی هست که اکثر پزشکان متخصص و عمومی آلمان آموزش هومیوپاتی رو دیدن. این روش درمانی هیچ نوع عوارض جانبی نداره. این روش بدن رو تحریک میکنه تا با استفاده از قدرتش خودش رو درمان کنه. حالا هومیوپاتی بیش از 200 ساله که داره انجام میشه. اوکی؟ هومیوپاتی در تحریک تولید ترکیبات شیمیایی مغزی بسیار مفید است. این روش درمانی از این جهت برای من حائز اهمیت است که تعداد کمی از افرادی که برنامه غذایی مردان مریخی و زنان ونوسی رو در برنامه خود قرار میدهند سریعا به نتایج دلخواه خود نمیرسند. علت این است که این افراد یا کبدی بسیار سمی دارند که قادر نیست انتقال دهنده عصبی لازم رو تولید کنند و یا زمانی دچار ضربه مغزی شدن. یعنی یکی از این حالت‌ها که اکثر ماها کبدمون مشکل داره و این درمان هومیوپاتی کمک میکنه به این قضیه. رفتم یه مطالعه کردم در رابطه با داروهای هومیوپاتی. به صورت خیلی خلاصه بهتون بگم این داروهای هومیوپاتی منشأ طبیعی دارن. بیش از 70% داروهای هومیوپاتی منشأ گیاهی، حدود 20% آنها منشأ معدنی مثل کلسیم، فسفر، روی و غیره و حدود 10% آنها منشأ جانوری مثل شیر یک حیوان به خصوص یا یک نوع عسل به خصوص و دیگر ترشحات جانوری و غیره هستند. در هومیوپاتی کلاسیک داروها رو به شیوه خاصی رقیق و توانمند می‌کنند. طبیعی بودن داروها و رقت بالای آنها موجب شده که داروهای هومیوپاتی عوارض جانبی ایجاد نکنند. اینو میتونید بیشتر برین تحقیق بکنید و سرچش کنید و حتی فکر میکنم خیلی راحت بتونید اصلا خودتون این دارو رو تهیه کنید. این از این موضوع. نکته بعدی که میگه در رابطه با اونایی که ضربه مغزی خوردن و میگه که چقدر این درمان کمک میکنه، بدن بسیار از افراد پس از یک تصادف دوباره سلامت خود رو باز مییابند، اما مغزشان نه. هنگامی که پس از یک تصادف رانندگی بدنتان سلامتی خود رو دوباره به دست میآورد، لزوما مغزمان هم این وضعیت را نخواهد داشت. مغز حساس ترین عضو بدن و در این حال از همه بیشتر هم مورد محافظت قرار میگیرد. اما هنگامی که به جمجمه ضربه محکم وارد می شود یا دچار شکستگی می شود، آثار منفی آن ممکن است تا مدت‌ها ماندگار باشد.
برخی از مردم قبل از اینکه تصادف رانندگی داشته باشن از سلامتی روحی کامل برخوردارن. بعد از یک تصادف کم کم دچار انواع افسردگی و اضطرابا میشن. در درمان این افراد به جای اینکه درمان به ضربه مغزیشان پرداخته شود، از یک مشاور به مشاور دیگه میرن و داروهای بسیاری رو برایشون تجویز میکنن، در حالی که در بعضی از این موارد تنها چند هفته هومیوپاتی تمام علائم ناشی از ضربه مغزی رو از بین خواهد برد. اگر کسی توی آشناهاتون دیدین که یه همچین اتفاقی براش افتاده، خیلی راحت راهنماییشون کنید تا بتونن از این قضیه سودی ببرن. یکی دیگه از راه‌ها گفته رایحه درمانی. یکی از ساده‌ترین راه‌های تسریع و ماندگارسازی رژیم غذایی مردان مریخی و زنان ونوسی رایحه درمانی. حالا یعنی چی؟ تحقیقات نشون داده که مغز ما بعضی از تجربیات خاص را به برخی بوها ربط می‌دهند. هنگامی که روغن گیاهی خوشبویی را به بدنتان میزنید، مغز شروع به تولید سروتونین و دوپامین می‌کند. به محض اینکه این ارتباط برقرار شود، مغز شما تنها با مالیدن این روغن خوشبو به بدنتان در تمام روز ترکیبات شیمیایی سالم ترشح خواهد کرد. مثل همین عطر و اسپری که به خودمون میزنیم. روغن‌های خوشبو درمان موثری برای تقریباً همه ناراحتی‌ها محسوب می‌شود. هزاران فرد توانستند رایحه درمانی را جایگزین داروها کنند. همانطور که تمام گیاهان دارویی از خواص درمانی خاصی برخوردار هستند، رایحه‌های مختلف نیز چنین خواصی را در خود دارند. روغن‌های خوشبو از راه تقطیر از انواع گیاهان، درخچه‌ها، گل‌ها، درخت‌ها، ریشه‌ها و دانه‌های گیاهی به دست می‌آید. این روغن‌های طبیعی خواصی چون رساندن اکسیژن، ایجاد شادابی و تقویت سیستم دفاعی بدن را دارند. هنگامی که این روغن‌ها را به بدن خود می‌مالیم، این روغن‌ها مثل کاتالیزور عمل می‌کنند و اکسیژن و مواد مغذی به بدنمون می‌رسونند. پس اینم یه نکته دیگه ای بود که خدمتتون عرض کردم. بعد از اون نکته بعدی که میخوام براتون بگم اینجا بود. گفته که خب خیلی صحبت کردم در رابطه با شربت صبحانه که اینجا میگه که برنامه رژیم غذایی مردان مریخی و زنان ونوسی آماده کردن شربت صبحانه از مواد مغذی و خوردن اونها است. میتونن این شربت رو که سرشار از مواد مغذی است جایگزین صبحانه خود کنن. اگر اضافه وزن دارید، هر روز صبح فقط این شربت رو هنگام صبحانه بخورید تا وزن دلخواه خود رو به دست بیارید. با ترکیب تمام مواد لازم بدن احساس سلامتی میکنه. رژیم گرفتن گرسنگی کشیدن نیست. اینو دقت کنید، خیلی نکته مهمی داره توضیح میده. اگر اضافه وزن دارین لازم نیست صبحانه مفصلی بخورید. صبحانه‌ای که حاوی مواد مغذی و کم کالری باشد چربی اضافی بدن رو برای گرفتن انرژی خواهد سوزاند. هرچه اضافه وزنتان بیشتر، شربت صبحانه نیز باید کالری کمتری داشته باشد. زیرا تمام چربی‌های اضافی بدن در واقع کالری‌هایی هستند که آماده سوزاندنند. پیش از این هم اشاره کردیم که خوردن صبحانه کم کالری و حاوی مواد مغذی به بدن پیام می‌دهد به سراغ سوزاندن چربی‌های اضافی برو. از طرف خوردن صبحانه پرکالری به بدن این احساس را می‌دهد که نیازی به سوزاندن چربی‌های ذخیره شده نیست و در نتیجه سوخت و ساز بدن کندتر خواهد شد. چه خوشگله، ببخشید با دوستم بودم. خوردن صبحانه کم کالری به معنای حذف صبحانه نیست. اگر کاملا از خوردن صبحانه صرف نظر کنید، بدن روند سوخت و ساز خود را کند می‌کند و در استفاده از ذخیره‌های چربی صرفه جویی خواهد کرد. این روند به این معنی نیست که حتما صبح‌ها بی انرژی خواهید بود، اما باعث می‌شود در طی روز دچار خستگی شوید. مردها در این حالت به هنگام بازگشت به خانه خسته خواهند بود و چون تاثیرات مثبت کار برای تولید دوپامین نیز کم کم از بین می‌رود، دیگر نمی‌توانند رابطه صمیمی با همسر خود برقرار بکنند. زنان نیز اگر در طول روز با دوستان خود ارتباط نداشته باشند و از طرف همسر خودشون هم حمایت نشن تا هورمون سروتونین در بدنشون تولید شود، در پایان روز احساس درماندگی میکنند.
مهمترین نکته رژیم مریخی و ونوسی خوردن روزانه شربت صبحانه است. با خوردن شربت صبحانه پرکالری و مغذی مواد لازم به بدن خود را تامین می‌کنید، به طوری که سوخت و ساز بدن کند نخواهد شد. اگر این شربت کم کالری باشد، بدن شروع به سوزاندن چربی‌های اضافی میشه. اگر اضافه وزن داری، شربت صبحانه شما باید حدود 200 تا 300 کالری داشته باشه. اگر احساس میکنید که گرسنگی شما رو برطرف نمی‌کند، به خود وعده خوردن شیرینی مختصری را بدهید. حالا در رابطه مواد تشکیل دهنده شربت مریخی و ونوسی میگه که فهرستی از مواد تشکیل دهنده پیشنهادی و مقدار دقیق آنها برای تهیه شربت مریخی و ونوسی در اختیارتان گذاشته می شود. هر چقدر دقیق تر اون رو رعایت کنیم، برنامه موثرتر خواهد بود. از آنجایی که هر فردی واکنش‌های مخصوص به خود رو دارد، شما خود باید بهترین گزینش و ترکیب را برای خود پیدا کنید. به خاطر داشته باشید این موارد از بین مواد غذایی سالم انتخاب شده‌اند و خوردن زیاد آنها ضرری نخواهد داشت. اگر مبتلا به بیماری دیابت و انسولین میزنید، باید حتما قند خونتون رو تحت نظر داشته باشید، زیرا از آنجایی که بدن خود شروع به ترشح انسولین می‌کند، تزریق مضاعف مضر خواهد بود. می توانید شربت صبحانه خود را با مواد غذایی طبیعی و غنی که حدود 200 تا 400 کالری دارد کامل کنید. بر روی تمام محصولات غذایی میزان پروتئین، چربی و کربوهیدرات ها به مقیاس گرم نوشته شده است. تو این کتاب یه سری فهرست میوه‌ها و کالریاش گفته و گفته که برای تعیین میزان کالری چربی، پروتئین و کربوهیدرات، گرم چربی رو در 9، پروتئین رو در 4 و کربوهیدرات رو در 4 ضرب کنید. یعنی اون چیزی که میخواین صبحانه بخورین، اگر چربی هست، اگر پروتئین هست، اگر چربی و پروتئین و کربوهیدرات هست، میگه که چربی رو 9 برابرش کن، پروتئین رو 4 برابرش کن، کربوهیدرات رو 4 برابر بکن. و البته بازم بستگی داره به اینکه چقدر چاق و لاغر باشین. اینو صبح تا صبح مصرف بکنین که یه شربت صبحانه، حالا اسمشو گذاشته شربت، ولی در واقع خب مثلا نون که شربت نمیشه که، نون به عنوان کربوهیدراته، کره بادام زمین به عنوان چربی هست. اینا رو باید در نظر داشته باشیم. بعد اومده گفته که گفته که مواد تشکیل دهنده شربت مریخی و ونوسی یک کربوهیدراته. گفته کل کالری کربوهیدرات ها باید 50% یا 25 تا 50 گرم باشه، یعنی همون 1/4 معادل 4 کالری باشه. اگه علاوه بر تمرینات ورزشی روزانه ورزش سنگین نیز انجام می‌دهید، به کربوهیدرات بیشتری نیاز دارید. مثلا می‌توانید به رژیم غذاییتون خوردن 1 موز را اضافه کنید. 1 موز 100 کالریه. تا حد امکان از خوردن آب میوه‌هایی که شکر تصفیه شده دارن خودداری کنید. استفاده از محصولاتی که فروکتوز یا قند طبیعی دارن به مراتب بهتر از محصولات دارای شکر تصفیه شده است. برای رسیدن به اندازه مناسب کربوهیدرات می توانید از میوه‌های تازه یا منجمد نیز استفاده کنید. این هم از این که حالا اسم میوه گفته مثل آب سیب، آب آناناس، آب گلابی، انگور، هویج، پرتقال، زغال‌لخته، آناناس، سیب، زردآلو و الی آخر که میزان کالریش از همون آب سیبه کمترین هم نیست. آب سیب مثلا گفته توی 1.8 لیتر 58 کالری داره. اینا اندازه های دقیقش رو باید در بیاریم. البته من از این کارا نمی کنم به این ریزی. دومین مواد تشکیل دهنده پودر پروتئین هست. پودر پروتئین با کیفیتی برای افزودن به شربت صبحانه خود پیدا کنید. پروتئین باید حداقل 30% کل کالری مردان و 20% کل کالری زنان را تشکیل دهد. پروتئین اضافی ممکن است مانع تولید سروتونین در زنها شود و کمبود پروتئین در مردان تولید دوپامین را تحت شعاع قرار می‌دهد.
مردان به طور طبیعی به 13 تا 30 گرم پروتئین نیاز دارند. 23 گرم میتوانند میانگین خوبی باشند. اگر بدن عضلانی دارید و وزن طبیعیتان 90 کیلوگرم یا بیشتر است، 30 گرم پروتئین برای شما مناسب خواهد. در صورت احساس خواب‌آلودگی بدانید مقداری که مصرف کرده‌اید زیاد بوده، پس پروتئین باعث خواب‌آلودگی هم میشه. زنان به طور طبیعی 10 تا 20 گرم پروتئین لازم. مزیت خوردن پودر پروتئین این است که حتما تمام اسیدهای آمینه لازم را دریافت خواهید کرد و در این حال کربوهیدرات‌ها و چربی‌های بعد غذایی خود را هدایت خواهید کرد. این ترکیبات در عین حال که مواد لازم را به بدنتان می‌رسانند باعث چاقی نخواهد شد. نکته سومین موردی که باید توی شربت صبحانه مردان معروفی و زنان بنویسی باشه امگا 3 است. خب میگه به شربت صبحانه حداقل 20% چربی خوب برای مردان و 30% برای زنان اضافه کنید. این درصد چربی ممکن است به نظرتان زیاد بیاید، اما اینطور نیست. زیرا 30% معادل 200 تا 500 کالری است. بهترین راه برای رساندن چربی خوب به بدن ریختن 2 قاشق غذاخوری دانه بذرک برای زنان و 1 قاشق غذاخوری برای مردان در مخلوط کن است. با آسیاب کردن دانه بذرک عصاره امگا 3 به دست خواهید آورد. 1 قاشق غذاخوری دانه بذرک معادل 15 گرم است و 57 گرم چربی همون روغن رو داره. همچنین میتونید از شاهدونه هم استفاده کنید. لازم نیست شاهدونه رو خیلی آسیاب کنید. برای بهتر کردن طعم شربت میتونید 1 مشت گردو نیز به شربت اضافه کنید. این هم است. چهارمین موردش آنزیم ها هستند. مقداری آنزیم های گیاهی با کیفیت از داروخانه یا عطاری تهیه کنید. توجه داشته باشید تمام آنزیم های گوارشی در آن باشند. آنزیم های گوارشی. آنزیم هایی که باید حتما تهیه کنید عبارت از 50 تا 100 میلی گرم پروتئاز، لیپاز، آمیلاز، گلومل و پائین و همچنین 150 میلی گرم بتائین. اینا چیزای دارویی هست دیگه، به داروخونه بگین داروشو بهتون میده. پنجمین مورد ویتامین ها هستن. گفته به شربت خود 1 مولتی ویتامین هم اضافه کنید. توجه داشته باشین حتما انواع ویتامین های B، C، اسید فولیک رو داشته باشه. مقادیر زیر توصیه می شوند مثل ویتامین B1، B2، B3، B5، B6 و هر کدوم 15 تا 50 میلی گرم. ویتامین B2 500 تا 1000 میلی گرم، ویتامین A 2500 میلی گرم، ویتامین C 1000 تا 2000 میلی گرم و ویتامین B 400 میلی گرم. این هم از ویتامینا. مورد بعدی مواد معدنی و عناصر طبیعی. افزودن مقدار زیادی مواد معدنی یعنی 1000 تا 2000 میلی گرم به شربت صبحانه و همچنین عناصری چون کلسیم و منیزیم از اهمیت بالایی برخوردار است. کلسیم و منیزیم رو بهتر جداگانه استفاده کنید. چه جالب. من دوتاشو با هم دیگه قرص جوشان خریده بودم و تو آب میریختم و میخوردم. حالا داره میگه که جداگانه استفاده کنید. زیرا نیاز مردان و زنان به آنها متفاوت است. مردان به 400 میلی گرم کلسیم و 200 میلی گرم منیزیم و زنان به 200 میلی گرم کلسیم و 400 گرم منیزیم نیاز دارند. اگه مواد معدنی رو خوب در آب حل نکنید ممکن است خوب جذب بدنتان نشود. نکته بعدی گفته که آب و یخ بخورید. به شربت خود 5 تا 6 تکه یخ اضافه و با 15% تا 25% لیتر آب حسابی مخلوط کنید. 5 تا 6 تکه یخ با 15% لیتر آب حسابی مخلوط کنید. اگر به جای آب از آب میوه استفاده میکنید فراموش نکنید که به عنوان کربوهیدرات به حساب میاد. با اضافه کردن یخ طعم شربت بهتر خواهد. خداحافظ عزیزم. بله قربان. موفق باشید. خب
گفته اگه به جای آب از آب میوه استفاده میکنید فراموش نکنید که به عنوان کربوهیدرات به حساب میاد. با اضافه کردن یخ طعم شربت بهتر خواهد شد و به بالا رفتن سوخت و سوز بدن نیز کمک کنید. بعد اینجا خیلی نکته قشنگی گفته خوردن یخ به لاغری کمک میکنه چون بدن رو مجبور تولید گرما و فعالیت بیشتر میکنه. هنگامی که یخ وارد معده میشه بدن برای ثابت نگه داشتن دمایش باید خود رو گرم کنه و برای این کار کالری بیشتری میسوزونه. اگه فردی با انجام تمرینات ورزشی سنگین سوخت و ساز بدن اینم دقت کنید. صدا میاد، من همینجور صدام خودش آروم هست، صدا میاد دیگه بدتر. میگه که اگه فردی با انجام تمرینات ورزشی سنگین سوخت و ساز بدن خود رو بالا میبرن نباید یخ بخوره، زیرا گرمای بدن خود رو بیش از حد بالا خواهد برد. برای افرادی که این تمرینات رو انجام نمیدهند یخ و آب خنک ضرری ندارد. پس از خوردن شربت صبحانه خود 1 لیوان آب سرد نیز بنوشید تا بدن را به جذب شربت خورده شده کمک کنید. انجام این 7 مرحله شاید به نظر خیلی زیاد و طولانی بیاید، اما اگر این مواد را تهیه کنید آماده کردن شربت وقت زیادی نخواهد گرفت. اگر در طول روز احساس گرسنگی کردید غذای مختصر بخورید یا همین شربت رو درست کنید. توجه داشته باشید که این شربت 1 رو بعد از اینکه تهیه‌اش می‌کنید باید خورده شود، در غیر این صورت خاصیت خودش رو از دست میده. خب پس 7 چی بود؟ یکی این که تو شربتمون کربوهیدرات داشته باشیم، دوم این که پودر پروتئین داشته باشه، سوم امگا 3 داشته باشه، چهارم آنزیم بود، پنجم ویتامینا بود، ششم مواد معدنی عناصر طبیعی بود، هفتم آب و یخ. خب یه نکته دیگه برای آخرین نکته است براتون بخونم و بحث امروز رو ببندیم. میگه که تنظیم وزن بدن به معنی از دست دادن چربی اضافی، تقویت عضلات و رسیدن به وزن مطلوب است. اگر لاغر هستید میتونید با پرورش عضلات خود وزن خود رو افزایش دهید. اگر اضافه وزن دارید میتونید چربی اضافه رو بسوزانید. به محض اینکه به وزن دلخواه خود رسیدید برنامه غذایی مردان مریخی و زنان ونوسی شما را در حفظ این وزن کمک خواهد کرد بدون اینکه احساس کنید تحت فشار هستید. از اونجایی که گفته برنامه غذایی مردان مریخی و زنان ونوسی شما را در حفظ این وزن کمک خواهد کرد بدون اینکه احساس کنید تحت فشار هستید. از آنجایی که تعداد افراد چاق بیشتر است، ابتدا به توضیح چگونگی سوزاندن چربی‌ها و دستیابی به وزن مطلوب خواهیم پرداخت. این امر در صورتی تحقق می‌یابد که 4 عامل مهم زیر رو با هم تلفیق بشن. حالا 4 عامل: پاکسازی درونی بدن، فعالسازی سوخت و ساز بدن، خوردن مواد غذایی کم کالری اما مغذی، خوردن مواد غذایی که ترکیبات شیمیایی مغز رو متعادل می‌کنه. چاقی یک نوع بیماری محسوب میشه. بدن شما قادر است این بیماری را همانند بیماری‌های دیگر درمان کند. تمام آنچه بدن برای این کار به آن نیاز دارد کمی پشتیبان است، همت است. برای فعالسازی خوددرمانی بدن از راه سوزاندن چربی‌ها باید ابتدا کبد رو از شر فعالیت زیاد رها کند. به دلیل پرخوری طی سال‌های متمادی بدن شما پر از سموم ذخیره شده در چربی شده است. اگر 2 روز از خوردن غذاهای معمول خودداری کنید کبدتان استراحت خواهد کرد و فرصت پیدا می‌کند بدن را از سموم ذخیره شده پاک کند. به طور کلی با حفظ وعده غذایی روند سوزاندن چربی متوقف می‌شود. هنگامی که 1 یا 2 وعده غذایی را حذف می‌کنید بدن پیامی مبنی بر کمبود مواد غذایی دریافت می‌کند. در نتیجه روند سوخت و ساز را کند می‌کنید و دست از سوزاندن چربی‌ها برمی‌دارید. نخوردن چربی‌های اضافی با حذف 1 وعده غذایی تفاوت دارد. هنگامی که مقدار زیادی آب حاوی مواد مغذی می‌نوشید و تمرینات ورزشی و تنفسی انجام می‌دهید به بدن فرصت پاکسازی رو می‌دهید. پس نکتهش چی بود؟ میگه فکر نکنید که
بیاین مثلا غذا کم بخوریم کمک میکنیم. نه، این باعث میشه که بدن بگه که خب سوخت و ساز متوقف کن. اما اگر که یه وعده غذایی داشته باشیم که حاوی مقدار زیادی آب و مواد مغذی باشه، تمرینات ورزشی و تنفسی انجام بدیم به بدن فرصت پاکسازی خود رو میدن. در این حالت بدن به جای سوزاندن چربی جهت کسب انرژی چربی میسوزاند تا خود را از سموم پاک کند. روزه گرفتن با خوردن نوشیدنی های توصیه شده از قدیمی ترین روش های درمان دنیا به شمار می‌رود. 2 روز روزه گرفتن در این حال خوردن نوشیدنی های ذکر شده برای ببخشید داشتم میگفتم 2 روز روزه گرفتن در این حال خوردن نوشیدنی های ذکر شده فرایند وزن کم کردن رو به طور قابل توجهی تسریع می‌بخشد. تحقیقات نشون داده خوردن غذای کم کالری و انجام ورزش‌های زیاد باعث کم شدن فقط 700 گرم وزن در هفته خواهد شد. اما اگر روزه توصیه شده رو بگیریم قادر خواهید بود روزی 250 تا 450 گرم از وزن خودتون پایین بیارید. در ادامه در رابطه با روزه گرفتن توضیح بدم که تو ویدیو بعدی براتون توضیح میدم. مرسی که با من همراه بودین، دوستتون دارم و امیدوارم که مطالبم مفید باشه. بچه‌ها اطلاعات لطفاً به دوستاتون شیر کنید، در رابطه با این پیج یوتیوب من صحبت کنید و بذارید بقیه از این مطالب استفاده کنن. خیلی دوستتون دارم. خداحافظ، شب بخیر.